سلام و درود خدمت دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون UFL مستر. امروز قراره بعد 3 ماه اتفاقات و تغییراتی که تو بازی UFL اتفاق افتاده رو با هم بررسی کنید. پس با ما همراه باشید. خب دوستان، همونطور که میدونید بازی UFL یه آپدیت تقریبا 30 گیگ خورده ای رو ارائه داد. تقریبا یه هفته پیش اینا میشه فکر کنم، شایدم بیشتر، و تغییرات اساسی تو بازی ایجاد کرده. تغییرات گیم پلی و مکانیک، تغییراتی در هوش مصنوعی بازی و چند تا محتوای جدید که قراره با هم بررسیشون کنیم. من اینجا اینم بگم که بازی کماکان تحریمه و با وضعیت اینترنت کشورمون کلا اصلا درب و داغونه. شما باید کماکان با VPN وارد بازی بشیم بتونیم بازی رو اجرا بکنیم. خب اینجا منوی ما این سرج دوباره اضافه شده. قراره یه کمپینای خاصی اتفاق بیفته. اسکواد لیگو داریم. من اگه بخوام اون تغییرات رو به شما بگم، اول تغییرات گیم پلی و مکانیک. سیستم پاس دستی به بازی اضافه شده. اگه بهتون نشون بدم اینجا ترینینگ و پنالتی فری کیک فری پرکتیس. بله، سیستم پاس دستی اضافه شده عین FC مون. یعنی شما وقتی آردو بود فکر کنم، آردو رو اگه نگه داریم و پاس عمقی بدیم، حالا پاس عمقی من با مثلث پاس عمقی بدیم، یه خطکشی رسم میکنه و پاس رو میده. به این صورت این سیستم پاس دستی که هدفگیری هوشمندانه تری رو به بازیکن‌ها ارائه میده. وقتی شما این مثلث رو بزنید، خودش به صورت هوش مصنوعی این پاس عمقی رو انجام میده. ولی وقتی شما آردو رو نگه دارین و پاس رو بدین، به هر جهتی که بخواین پاس عمقیتون دستی میشه. به هر جهتی که شما بگیرین این پاس با خطکشی که نشون میده به این صورت. اینجا زیاد مشخص نیست. اگه بریم توی بازی من بهتون نشون بدم. لیو اصلا یادم رفته، همه چیش یادم رفته. بعد 3 ماه دوری از میادین کلا داغون شدیم. بله، همونطور که میگفتم، اگه بخوایم تو بازی نشونتون بدم، حالا اینو بذاریم به پلی آف، یه دونه پلی آف بزنیم تا بهتون نشون بدم. اینجا باست رو انتخاب میکنیم و تیمی که کلا بیسه، موزیکانای بیسه و تیم ما هم که یه تغییرات اساسی دادیم کلا تو تیم. حالا بهتون نشون بدم. بله، اگه بازی رو شروع کنیم، این پاس دستیه که تازه به بازی اضافه شده، قبلا نبود. با مثلث آردو و مثلث. اگه شما همین پاس رو با ضرب بدین، عین میگم دیگه FC، این بازی خیلی شباهت زیادی به FC داره. اگه شما همین پاس رو با ضرب بدین، یعنی آردو رو با ضرب بدین، یه ذره
اگه دقت بکنید یه ذره به توپ آره یه پاور زیاد میده، در واقع قدرت زیاد میده، یه پاشو یه ذره عقب‌تر میبره و پاس رو میده. ولی شما وقتی همین پاس رو با مثلث میدین میشه پاس دستی، به این صورت، به این صورت یا به این صورت. بله بعد حالا این دریبل ها و دریافت توپ ها هم که تغییر خیلی اساسی کرده. قبلا دریافت توپ فیزیکش خیلی بد بود. بله این پاس الان پاس ساده بود. حالا یه بله حالا این آرسه که به بازی اضافه شد، نگاه کنید اگه من این آرسه رو به هر بازیکنی که جهتش رو بدم سویچ میکنه به اون بازیکن. اینم قبلا بود ولی بهبود یافته تر شده از دل پیرو با فینیش شاتی که مهارت خاصی که داره، فینیش شات رو خیلی سریعتر انجام میده. این لواندوفسکی جدیدم که من به تیم آوردم همین اسکیل و مهارت رو داره. بله نگاه کنیم من وقتی این آرسه رو در واقع به هر جهتی که میزنم سویچ میکنه به اون بازیکنی که تو اون جهت هستش و حرکات دریبل که کسی که قبلا بازی رو انجام داده خیلی بیشتر متوجه میشه. حالا کسایی که تازه شروع کردن نمیدونم، ولی کسایی که قبلا بازی کردن خیلی تغییرات اساسی تو بازی ایجاد شده. دریبل ها خیلی روونتر شده، یعنی اینجوری نیست که توپو نتونه تو پاش نگه داره. قبلا اونطوری بود، قبلا اصلا نمیتونستن باشون نگه داره، ولی الان اگه دقت بکنین خیلی طبیعی تر و روونتر شده. دریافت پاس ها و توپ ها هم خیلی بهتر شده و این از این. یه دونه هم تغییری که تو بازی ایجاد شده، تغییر تو ریاکشن های دروازه‌بانا هستش. دروازه‌بانا توپای تک نفره رو خیلی بهتر دفع میکنن. فینیشرهایی که بازیکن رو میزنن، یعنی تو تک به تک آلیسون بکر یه توپای اینجا میگیره، یعنی اصلا من فکر کنم باگ بازی آلیسون بکره، باگ دروازه‌بانا. من هر طوری شده نتونستم به اون یه گل با فینش شات سری بزنم. یه شیرجه‌ای میزنه به توپ، اصلا آدم هضم میکنه و در واقع حالا این پاسو بدیم. بازی یه ذره سخت شد، یه ذره خیلی سخت شده دیگه. قبلا یه دونه مثلث رو میزدی مهاجم نو که تک به تک، یه ذره در واقع یه باگی تو حرکت اون دروازه‌بانا که حالا واکنش به شوت‌های تک به تک و فینیشرها که گفتم طبیعی شده، یه باگی تو دروازه‌بانا هست. وقتی شیرجه رو میزنن یهو بلند میشه. اون یهو بلند شدن الان اینجا دیدین چجوری بلند شد. این یهو بلند شدن تو بازی جور خاصی نشون داده میشه. حالا اگه دقت بکنید یه ویدیو رو برگردونید به موقعی که گل زدم، یه نگاه بکنید ببینید یه لحظه شیرجه رو میره یهو بلند میشه. اصلا این یه ذره باگیه که باید اون رفع بکنم. حرکات بدون توپ، گفتم هوش مصنوعی بازی هم یه تغییر ایجاد شده
حرکات بازیکنان بدون توپ خیلی بهتر شده، یعنی حمله که شما انجام میدید منسجم‌تره. یه بازیکن اینور یه بازیکن اونور نمیره، هافبک ها میان کمک میکنن. هافبک ها خیلی بعد آپدیت فعالتر شدن، میان تو حمله کمک میکنن، حتی داخل باکس میان. اگه اون دیوتی هایی که به بازیکن ها داده باشین که به خط نزدیک بشن یا به باکس نزدیک بشن اونا رو رعایت بکنین، هافبک ها خیلی خوب حمله رو ساپورت میکنن. این الان ویدال این هافبک منه، ببین تا کجا اومده و مثل حمله رو دفت کنی دارم. این رافینیای ما هم که اون شوت مشهور کرس بریکر رو داره اصلا محشر، ولی اونم بگم که واقعا دیگه به درد نمیخوره، چون واکنش دروازه‌بان رو نگاه کنین الان یه دونه از اون شوتا بزنه راحت میگیره. البته این شوتش یه ذره بگیر نگیر داشته، ولی دروازه‌بان اون کرس بریکری که باگ بود از هر جا میزدیم گل را میخوردن یه ذره سخت‌تر شده. اصلا از 10 تا مثلا شاید 2 تاش گل بشه، اینطوری بگم بهتون. و اینم مربوط میشه به تغییراتی که تو واکنش دروازه‌بان‌ها ایجاد شده و میگم دیگه بازی ذره سخت‌تر شده. مثل قبل با یه مثلث نوکتون در واقع تک به تک به دروازه‌بان حریف نمیشه. سیستم دفاعیشون خیلی خوب شده. اینو اگه بزنید دیدی که اصلا واکنش ها خیلی خوب شده، واکنش دروازه‌بان ها عالی شده تو این شیرجه‌ای که واقعا محشر بود. بله هوش مسئولم گفتیم، هافبک ها رو گفتیم، هافبک ها خیلی فعالتر شدن، تو ضد حملات شرکت میکنن. موقعیت گیری دفاع که گفتم، دفاع واقعا تغییرات اساسی کرده تو بازی. پشت محوطه رو کامل پوشش میدن بازیکن‌ها، یه اجازه نمیدن یکی از پشت بره راحت گلو بزنه. یه ذره سخت‌تر شده. اینترسپشن ها و توپگیری ها خیلی بهتر شده، یعنی شما نمیتونی دیگه با یه پاس ساده در واقع تک به تک بشی. قبلا گفتم دیگه خیلی مثلا اینترسپشن ها توپگیری ها خیلی بهتر شده، مثلا اجازه نمیدن توپ رد بشه از پاسای عمقی. حالا این شاید مربوط باشه به لولی که دارم بازی کنم، چون لول نیونت که دارم بازی میکنم لولش ذره پایین‌تر از لول اسکواد هستش. بله هوش مسئول رو گفتیم، حرکات بدون توپ رو گفتیم، موقعیت گیری ها در فضای پشت خط دفاع بهتر پوشش داده میشه و بازیکنان دیگه ثابت نمیمونن. قبلا آره مثل مجسمه میموندن یه جا، پاس رو میدادی یهو شوت رو میزد و گل. این تغییرات اساسی بعد آپدیت سیگیگو خورده‌ای بود که انجام شده. خب بازی تموم شد. چالش هایی که انجام شده به ما نشون میده، بریم اونا رو ببینیم چیا به همون داد. بله 40 تا اسپی، 20 اسپی به همراه سیپی، یه دونه دیلی پک، هر روز هم یه دونه دیلی پک داریم از این پک ها. Try to execute the special number of tackles in one match. 12 تا تکل که انجام دادیم، واقعا ما
متوجهش نشده بودم. و بله اینا رو به دست آوردیم. خب محتوای جدیدی که به بازی اضافه شده یکیش سکواد سواپس هستش. سکواد سواپس این چی کار میکنه؟ شما میایید اینجا کارتایی که به دست آوردین رو میتونید ترید بکنید، یعنی کارتا رو بدین یه پک به دست بیارن. حالا چه پکی؟ هر کدوم از اینا یه پک خاصی. مثلا First contract چیه؟ First contract میگه use 5 basic cards of players with a rating of 79 or lower. میگه 5 تا بازیکن کارت بیسیکی که از اوورالشون از 79 کمتر باشه. شما اگه بزنین اینجا خودش نشون میده چیا دارین چیا ندارین. الان من 2 تا بازیکن دارم، یکی اینجا یکی هم اینجا، یک و 2 و 3 و 4 و 5 تا میخواد. اینا اگه 5 تا رو شما انجام بدین، حالا بذار من الان اینجا اینا رو باز کنیم ببینیم چه بازیکنی به ما میده. من انجام بدم شما بهتر متوجه تر میشه. الان اینا رو که داد حله. خب بریم سکواد سواپس و فرست کانترکت. الان اینجا 2 تا رو زدیم، بازم بهمون داد دیگه اون پکایی که باز کردیم. اینا رو به اینجا اضافه میکنیم، 4 تا دیدیم حل شد. بعد مثلث رو میگیریم هولد و یه پکی به ما میده. پک چیه؟ پک خودش روش نوشته بیس مثبت 80، یعنی بازیکن کارت بیسی به ما میده که اوورالش بالاتر از 80 یا بالاتر از 80. ببینیم الان چی بهمون داد. بله کانته CDM کارت بیس با اوورال 80. خب حالا این اوورال 80 رو که به دست آوردیم، ببینید هر کدوم از اینا یه پک خاصی رو به ما میده. مثلا الان اینجا روش قشنگ نوشته 2 مستری 2 اوورال بالای 81. اگه شما 3 تا بازی کنه، اینجا نوشته use 3 basic cards of players with a rating of 80 تا 90، یعنی 3 تا بازیکن کارت بیس که اوورالشون 80 تا بین 80 و 90 باشه. الان 80 بودون رو گذاشتیمش اینجا. و به این صورت شما اینا رو باید بخونین. حالا 3 تا در واقع بخش داره، یکیش آپگرید، یکیش پلیرز و یکیش پرومو پکای در واقع سطح بالایی رو میده. انگلیش سکواد الان مثلا اینجا چی نوشته؟ میگه use 11 mastery 1 cards of first English League players. مثلا اینو پیدا کردن خیلی سخته. میگه 11 تا مستری یک اینجا بکار که تو لیگ انگلیس یک بازی کنن، لیگ یک انگلیس بازی کنن. مثلا این الان من یه دونه‌شو دارم، کولوموانی. حالا فرقی هم نمیکنه جلو بذاری عقب بذاری، زیاد فرق نمیکنه. فقط باید شما اینا رو بکارین، اینجا قرار بدین. اینجا نوشته use 4 mastery 3 cards of players with a rating of 80 to 89 including at least 2 first English League players. تو first لیگ یک منظورشون لیگ یک نه، first یعنی لیگ برتر، منظورشون اونه. من اشتباه گفتم، first لیگ. و بالا نگاه کنید الان من یه دونه رشفورد دارم، یه دونه هم دو نمیدونم چیه، دو. الان اینجا مثلا 2 تای دیگه هم داشتم، به ما چی میده؟ کارت مستری 3 بالای اوورال 90. من چند تا بازیکن از اینجا استخراج کردم، حالا بهتون نشون میدم کیا رو. بله مکتومونیو از اونجا گرفتم، از اون سکواد سواپس، و تییاگو سیلوا رو از اونجا گرفتم.
کاماوینگا رو از اونجا گرفتم، ویدال رو از اونجا گرفتم. ویدال رو فقط نگاه کنید شما، اسکیلا رو نگاه کنید. لانگ رنجر عالیه، یعنی پشت 18 شما هر شوتی رو پر کنید میره پر. تکل هم پس 2 تا مهارت پخته شده داره. بله اینم 2 تا اسکیل خاص داره. یکی CM Defense Support به دفاع کمک میکنه، یکم فست شوت سریع. لواندوفسکی رو هم از اونجا گرفتم. لواندوفسکی هم فست لو فینش شات میزنه که چند تا گلی که بهتون نشون دادم. اینم از اونجا گرفتم. اینم اسکیل خاص داره. اینم از اونجا گرفتم. زامنسکیه چیه؟ بله محتوای جدیدمون بهتون گفتم اسکواد سوابسه که خیلی کار برده دیگه. شما نمیخواد بازیکن رو بفروشین، راحت میتونیم با این ترید بکنیم و پکای جالب به دست بیاریم. محتوای جدید دیگه هم که اضافه شده یکیش تو هم اسکواده. شما میتونیم با چنج اسکوادی که اونجا نوشته L2، شما اگه L2 رو بزنید شما میتونید چند تا اسکواد اضافه کنید، مثلا چند تا لاین اپ اضافه کنید. به قول خودمون، به قول فوتبال چند تا لاین اپ اضافه کنید. الان یه دونه لاین اپ اینجا دارم، اسکواد 1 اسکواد 2 که خالیه. حالا میتونین مثلا 2 تا لاین اپ داشته باشین، هر کدومو خواستین ازش استفاده کنین. سومی هم 99 تا LP میخواد که بشه اضافه کردش. خب این از این دیگه چون 2 تا هم حالت سبک در واقع سبک بازیکن‌ها به سبک بازیکن‌ها اضافه شده. یکی approaching plus، یکی هم rapid plus. حالا دقیقاً نمیدونم هدفشون از این چیه و چی رو میخوان ثابت کنن. اگه اینجا بیایم، بله این تمام بازیکنایی که تا به حال اومده مستری 3 لجندایی که از دست دادیم. ما تو این 3 ماهه الیور کانو از دست دادیم که نتونستیم بگیریم، جرارد از دست دادیم و نستروی از دست دادیم. بعد آخرین باری که ما در واقع جنگ شد و نتونستیم ویدیو بگیریم و اصلا وارد بازی باشیم، گارینچا بود که آخرین لجند ما بود. بعد اون جرارد اومده، کان اومده و ون نستروی که با ون نستروی نگاه کن، اسکیل اسمش هدر شات، اصلا یه هدایی میزنه فوق العاده. بازیکن خیلی خوبیه که متاسفانه ما نتونستیم هیچ کدوم رو به دست بیاریم. و میخواستم به شما پوزیشن نه اینجا نداره متاسفانه. اگه بخوام چیزو بهتون نشون بدم رپید فکر کنم این بله دیگه نشون نمیده اینجا متاسفانه. یه دونه رپید پلاس اومده، یه دونه اپروچینگ پلاس. حالا دقیقاً کارهایشو من فعلا نمیدونم برای چیه. من یه دونه شو دارم تو اسکوادم فکر کنم. بله آقای ویدال ریلیبل پلاس، ریلیبل پلاس اومده پلاسش کرده. اینم رپید پلاسه. و تییاگو سیلوا هم ریلیبل پلاسه. اینا حالا مثبت نمیدونم چیو دقیقا مثبت میکنه، باید اینو یه سرچی بکنیم ببینیم قضیهش چیه این قضیه پلاس. و بله دیگه محتوایی که تغییرات و محتوایی که تا به امروز تا تو اون 3 ماهی که نبودیم اتفاق افتاده همینا بودن. تغییرات گیم پلی و مکانیک، هوش مصنوعی ذره، تغییرات گیم پلی و مکانیک، سیستم پاس بود، دفاع و تعویض با R3 بود، حرکات دریبل ها، دروازه‌بان ها تغییرات کرده. هوش مصنوعی به دفاع ها
کمک میکنه تا دفاع خیلی بهتر حرکت بکنن توی زمین. محوطه پشت محوطه جریمه خوب ساپورت بشه، بازیکن‌ها ثابت نمونن اونو، یعنی همون موقع گیر اونو کمک میکنه. و محتوای جدیدی که اسکواد سواپس و در واقع چند تا سبکی که به عنوان پلاس به بازی اضافه شده. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین. لطفاً کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنین. خیلی خوشحال میشیم بیاین به UFL مستر و گروهمون بپیوندین و با هم بازی کنیم، لیگ بذاریم. واقعا این بازی پتانسیل خیلی بالایی داره و قراره سال دیگه بتره کنه این UFL و رقیب سرسختی برای حداقل برای ای فوتبال بشه، چون تقریبا عین FC ولی ولی ای فوتبال رو قراره با خاک یکسان بکنه. اگه ای فوتبال یه حرکتی نزنه واقعا کارش ساخته است. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. تا ویدیو بعدی، بدرود.